جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. مردان هم باید عفیف و پاکدامن باشند. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. الله سبحانه و تعالی می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان. به مردان مؤمن بگو چشمان خود را از نامحرمان فرو گیرند. عفت و پاکدامنی فقط مخصوص زنان و خواهران نیست، بلکه مردان هم باید عفیف و پاکدامن باشند، چون درخت خوب میوه خوب می‌دهد. اگر خواهید که پسران و دختران شما عفیف و پاکدامن باشند، باید اول خود شما عفیف و پاکدامن باشید. جوان به حکیم گفت: وقتی همسرم را انتخاب کردم، در نظرم طوری بود که گویا خداوند مانندش را در دنیا نآفریده است. وقتی نامزد شدیم، بسیاری از زنان را دیدم که مثل او بودند و وقتی که ازدواج کردیم، خیلی زیاد را از او زیباتر یافتم. چند سال را که با هم زندگی کردیم، دریافتم که همه ای زنها از همسرم بهترند. سبب در چیست؟ حکیم گفت: آیا دوست داری بدانی از همه اینها تلختر و ناگوارتر چیست؟ جوان گفت: آره. حکیم گفت: این را بدان، اگر با تمام زنهای دنیا ازدواج کنی، احساس خواهی کرد که سگهای کوچه‌گرد محله شما از آنها بهترند. جوان در حیرت افتاده گفت: چرا؟ حکیم گفت: مشکلی در همسری تو نیست. مشکلی اینجا است که وقتی انسان قلب طمعکار و چشمان گرسنه نداشته باشد و به زنان نامحرم چشم چرانی کند و از خداوند شرم نکند، محال است که چشمانش را بجز خاک گور چیزی دیگر پر کند. به همین سبب همسرت در نزد چشمان تو خیره گشته است، به سبب آنی که تو به زنان نامحرم نظر میکنی و چشم چرانی میکنی. و فراموش نکن هر قدری که تو به زنان نامحرم چشم چرانی میکنی، همان قدر مردان به زن تو چشم چرانی میکنند. این جوان با سری خم سخنان حکیم را گوش میداد. حکیم گفت: آیا دوست داری دوباره همسرت در نظر تو زیباترین زن دنیا گردد؟ جوان سرش را برداشته گفت: آره، میخواهم. حکیم گفت: مراقب و محافظت چشمانت باش. اگر چشمانت را پاک کنی، همسرت را زیباترین زن دنیا خواهی دید. الله سبحانه و تعالی می فرماید: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به نام خداوند بخشنده و مهربان. به مردان مؤمن بگو چشمان خود را از نامحرمان فرو گیرند و شرمگاه خود را نگاه دارند. این برای آنها پاکیزه تر است. به درستی که خدا به آن چی می کنند خبردار است. بله برادران ایمانیم، مرد باید همه وقت مرد باشد، چون مرد نمی خواهد کسی به زنش، به مادرش، به اپه‌اش، به خواهرش با چشم بد نظر کند. پس او این چنین باید به زن و خواهر و اپه و مادری کسی با چشم بد نظر نکند. و در آخر به همه مردانی که از همسران دور هستند این را می خواهم بگویم که حقی همسرانتان را فراموش نکنید. حقی همسرانتان را فراموش نکنید. آنها با یک امید به شما به شوهری برآمدند. حق آنها را پاس دارید، وگرنه در روز قیامت شما نمی توانید
به سوال آنها جواب، به دعوایی که در نزد خداوند از شما میکنند جواب دادن نمی توانید. پس حقی همسران را ادا کنید، چون آنها مادری کسی، دختری کسی، خواهر و اپوی کسی هستند. پس حق آنها را پاس دارید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.